در مراسم تجلیل 60 سالگی فعالیت هنری هاشم گدا، هنرپیشگان تاجیک لحظه‌های از زندگی واقعی او را روی صحنه آوردند. هنرپیشه تئاتری قرغن‌تپه در نقش هاشم گدا کتاب‌های خود را به دیگران هدیه می‌کرد و پول‌هایی را که دیگران می‌دادند به جیبش می‌گذاشت. این صحنه ریویزور نام دارد، ولی در آخر علاءالدین عبداللهیف به هاشم گدای واقعی لفافه و پول تقدیم کرد. جشن هنرپیشه معروف 80 ساله به آغاز موسم نو تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی راست آمد و با شرکت هنرپیشگان از تئاترهای تمام جمهوری تجلیل شد. هاشم گدا را اکثر تماشابینان با اجرای نقش سهراب در فیلم رستم و سهراب می‌شناسند. آفرندگان فیلم برای اجرای این نقش یک هنرمند آذری را دعوت کردند، ولی بعد از هنرنمایی هاشم گدا او را انتخاب کردند. دیرتر هاشم گدا برای نقش سهراب جایزه معتبر تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی را سزاوار شد. دورا بلکه آتش بود. زمان خوبتر از رخش زاتش بود. هاشم گدایف توانستند که نقش واقعا بزرگ سهراب اجرا کنند. هاشم گدا سال 1937 در شهر کولاب تولد شده است و ختم کرده دانشگاه صنعتی تئاتری مسکو است. از سال 1961 تا کنون هنرپیشه و کارگردان تئاتری لاهوتی است. هنرنمایی در کینو را از سال 1963 آغاز کرده است و در بیشتر از 50 فیلم کارگردانان تاجیک و خارجی نقش اجرا کرده است. چنین اکتور در جهان نیست. نه در گالیوود، نه در بالیوود، نه در یگان جا که این خیلی خوب، این خیلی صمیمی، این خیلی خوشروی بازی کرده. این یک تحفه است، یک گنج است برای ملت ما، برای تاجیکان. سال 2011 هم برای نمایشنامه رودکی به هاشم گدا جایزه بهترین کارگردان را دادند. مهمه امسال برای سهمش در رشد تئاتر تاجیک عنوان ارباب هنری تاجیکستان را گرفت. هنرپیشه معروف و خیالی تاجیکستان سالهای اخیر نقش کمتر اجرا می کند و تاکنون 133 کتاب نوشته است و اکثرا کتاب‌های فیلسوفانه.